سلام، وقت بخیر عزیزای دل. در یک ویدیوی دیگر به چینل سخی میدیا خوش آمدید. در این ویدیو ما قرار است یکی از زیباترین مسجدهای افغانستان محسوب می شود را برای شما معرفی میکنیم. مسجدی که در ولایت جوزجان توسط کشور دوست ترکیه ساخته شده، مسجد جامع انقره علی شیرنوایی نامگذاری شده است. این مسجد در مساحت 5 ریو زمین به سبک معماری و دوره عثمانی ساخته شده، یکی از زیباترین مسجدهای افغانستان محسوب می شود و این مسجد ظرفیت 4000 نمازگزار را در یک وقت جا دارد و دارای یک گنبد بزرگ به وسط 27 متر و 84 گنبد کوچک می باشد. قسمی که میبینید دوستا، این مسجد خیلی قشنگ زیبا طراحی شده. در ادامه ویدیو ما را همراهی کردن، سابسکرایب و علامه زنگوله از یادتان نره تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید.